جوان این دنیا بزودی پیر می شود و زنده این دنیا خیلی زود می میرد. مبادا که ترغیبات دنیاگی شما را فریفته کند. شما به چیزهای میگه فریفته شده و یعنی فریب خورده که بزودی از دست شما فنا می یابد. یعنی مال و ملک ما از دست ما چی میکنه؟ فنا میاد، دور میشود. ما خوشحال هستیم که مال زیاد داریم و ماشین و خانه و دیگه اینها بزودی از دست ما میروند. برای ما فقط چی باقی میمونه؟ همین نماز و روزه و عملی به قرآن و حدیث و به گفتار پیغمبر رسول. اینها فقط یک چیزی هستند که ما پشیمان، دیگه از تمام کارهامو ملامت و پشیمان میشویم ما و شما. و شما میگه در حال قرار دارد که هر لحظه مرگ شما را تهدید میکند. که در کتاب میگه که مرگ بالای شما قنجقه سوار است. چون که یک انسان از پشت یک کس در اسب سوار میشه، هم خیلی مرگ ما و شما را در پشت سوار است. خداوند تبارک و تعالی ما و شما را توفیق که کتاب به این گفته ها عمل کنیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. امر معروف و نهی عن گذشتگان همه ما و شما را خدا هدایت ما و شما را به راه راست، راه کسانی که انعام کرده است، نه راه کسانی که خشمگین کنند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و توب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.